السلام علیکم داملای عزیز، خدا نگهبان شما باشد. آیا با گلستروک نماز خواندن درست است؟ برادر عزیز، ما چند بار بیان کردیم که اگر ما گلستروک را گوییم که نادرست است، با گلستروک نماز نخوانید، پس اگر از ما پرسن برای چی با گلستروک نماز نخوانند، اگر جواب گوییم که این لباس اروپیا هست، این لباس مردم غرب است، پس شما ببینید که چی چیز از غرب نیست. کدام لباس ما از غرب نیست؟ کدام لباس ما ساخت خود خاندان ما و شماست. برای همین ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خداوند در دلهای شما نظر دارد، در لباس شما نظر ندارد. هر لباسی که در تو باشد و این لباس اگر پایبند عبادت خدا باشد، همون لباس هم در حق تو دعای خیر میکنه. به همین خاطر بگذار هر کسی که نباشد. امروز برادرای ما، بسیاری برادرای ما، چی دانشجویها و چی صاحبای منصب، گلستروک در گردن لکن خدا را عبادت دارن. خوش به حال شو. برای همین با که ندارد، این اراد نیست که ما گلستروک، و بعضیا میگن این توق لعنت است و شما با اونا سوال دین که توق لعنت چیست؟ این توق لعنت گفتگی یگان چیزی نیست. این مثل یگان گلستروک و مثل یگان تاقی و سله آمدگی در سر شیطان نزده است. این چیزی نیست خودش. برای همین هر گناهی که نباشد خدا توفیق شون دهد نمازاشون نخوانم با که ندارد. دادر عزیز،